در تاجیکستان تهیه کودکس نو جنایی ادامه دارد که تمرکز اساسی در آن گمانی‌تر کردن این جزاها می باشد. مقامات میگویند با تهیه کودکس نو جنایی جزای محبس کمتر شده، به جای آن جریمه بیشتر تطبیق می شود. کارشناسان نیز میگویند در تاجیکستان باید از فرستادن زیادی آدمان به زندان خودداری شود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. فیضعلی مظفرов 12 سال باز وکیل دفاع است. در این مدت ده ها نفر را در دادگاه‌ها حمایت کرده است. میگوید در زمان وکیل دفاع بودنش حدود 50% زیر حمایه‌هایش پشت پنجره رفتند و همین مقدار با جریمه آزاد شدند. مظفرov بر این نظر است که اگر جنایت برای جامعه خفناک نباشد بهتر است با جریمه آزاد شود، چون جریمه در هر حالت برای بودجت مبلغ می آورد. در تاجیکستان چرا تعداد زندانیان کم نمی شود؟ این سوال است که برخی از تحلیلگران آن را به کمتر بودن این جزاهای جریمه در تاجیکستان ربط می دهند. پیش از قبول قانون عفو در سال 2016 مقامات تاجیک گفته بودند در زندانهای کشور بیش از 12,000 زندانی قرار دارد. بر اساس قانون عفو 3,000 آنها به آزادی برآمدند، اما در آغاز سال 2017 آمار زندانی ها باز به مرز 11,000 نزدیک شد، یعنی دوام بیشتر از یک سال زیاده از 1000 زندانی در محبس های تاجیکستان افزود. با باور تحلیلگران قانون جزای تاجیکستان اصلاحات جدی می خواهد تا برای جنایت های نه چندان وزنین جزاهای زندان برداشته شود.